هنوز از آغاز سالهای 90 قرن گذشته که ما خود شاهد و آن سالها دانشجوی در شهر دوشنبه بودیم و پایتخت دولت عزیز ما را حزب و حرکت هایی که به گرداب جنگ کشیدند و خود شاهد هستیم که چگونه مردم تهجایی روس‌زبان و دیگر ملت را اعضایان حزب نهضت اسلام، آنهایی که میدان شهیدان تشکیل نموده بودند و چگونه از جمهوری ما بهترین متخصصان را راندند و تاجیکستان را به چنین ورطه خونین کشیدن شاهد هستیم و همین را گفتنی هستم که امروز هم پیامدهای آن جنگ در شعور مردم باقی است و خلق تاجیک این را در طول قریب 30 سال از جوهر جان خویش گذراند و بارها شده است که امروز هم میخواهند بعضی جدا اندازان سرکردگان و حزب در جمهوری تاجیکستان ممنوع شده حزب نهضت اسلام تاجیکستان را به افغانستان دوم مبدل سازند. امروز تمام خلق عالم شاهد است که چگونه بهترین دولت‌های روی دنیا به خاک یکسان شد و همین دست تروریستان سالهای 90 قرن گذشته میخواستند تاجیکستان را به سوریه تبدیل دهند.